درس 11 باطل کننده های نماز. باطل کننده های نماز 8 تا است. یکم به وجود یاد داشتن و دانستن قصدن گپ زدن، اما کسی فراموش کرد و ندانسته گپ زد پس نمازش باطل نمی شود. دوم خندیدن، سوم خوردن، چهارم نوشیدن، پنجم کشاده شدن عورت، ششم از جهت قبله بسیار کج شدن، هفتم بیهودگی بسیاری پی در پی در نماز، هشتم شکستن طهارت. باطل کننده یکم به وجود یاد داشتن و دانستن قصدن گپ زدن، اما کسی فراموش کرد و ندانسته گپ زد پس نمازش باطل نمی شود. حالتهای حرکت در نماز. یکم حرکت حرام و آن حرکت زیاد است که پی هم باشد و حاجت به آن نداشته باشد، مانند خوردن. دوم حرکت مکروه و آن حرکت کمی است، حاجت به آن نداشته باشد، کمی به این سو و آن سو التفات کردن. سوم حرکت مباح و آن حرکت است که به خاطر نیاز است، مانند خوریدن ریش. چهارم حرکت های مستحب، حرکت است که کمال نماز به آن وابستگی دارد، مانند پر کردن جایهای خالی در بین صف نمازگزاران. پنجم حرکت واجب است که درست شدن نماز به آن وابستگی دارد، مانند از بین بردن نجاست. تنبیه مهم: شرطهای نماز، رکنها، واجبها و سنتهای آن بیان شد، پس فرق در بین آنها چیست؟ شرطهای نماز، رکنها، واجبها و سنتهای آن بیان شد، پس فرق در بین آنها چیست؟ در شرط و رکن انسان معذور به جهل، فراموشی و قصد نمی باشد. در واجب به جهل و فراموشی معذور است، نه در قصدن. در سنت انسان معذور به جهل، فراموشی و قصد می باشد. شرط اگر ترک شود سجده صحو ندارد. رکن اگر ترک شود به سجده صحو جبران نمی شود. واجب اگر ترک شود به سجده صحو جبران می شود. سجده صحو سه سبب دارد. سجده صحو سه سبب دارد. یکم زیاد کردن، مثلا انسان رکوع یا سجده یا راست ایستادن یا نشستن را زیاده بر آن چی که هست انجام دهد. دوم کم کردن، مانند اینکه انسان واجب از واجبهای نماز را کم کند و جای آن فوت شود. سوم شک کردن، مانند اینکه نمازگزار دودیله شود که چند رکعت خوانده، 3 رکعت یا 4 رکعت، و این شک دو نوع است. نوع یکم شک که بعد از تمام شدن عبادت حاصل می شود، بچنین شک تماما التفات کرده نمی شود تا که یقین حاصل شود. دوم نوع شک که در داخل عبادت حاصل می شود، اگر بسیار باشد به آن توجه نمی شود و اگر کم باشد بر آنچه که بنا می کند در نزد خودش راجع است، پس اگر در نزدش هر دو امر برابر باشد بر کمتر بنا می سازد. ملاحظه: زمانی که نمازگزار در مورد سهو نیز دوچار سهو شد، چیزی بر او نیست و نمازش درست است. زمانی که نمازگزار رکن را ترک کرد، نمازش صحیح نیست تا اینکه آن رکن و بعد آن را انجام داده و در آخر سجده سهو کند. زمانی که نمازگزار واجب را سهوا ترک کند و محل آن واجب گذاشته باشد، سجده سهو می کند.